یکی از مبلغان نهضتی ها در خارج همین محمد اقبال صدرالدین است که یک برنامه دارد، منبر مهاجر. این برنامه های او باز هم بیرحمانه گمراه کردنی هم ملتان خود است و خلاص. اون مهاجری بیچاره در یک سرزمین بیگانه بیخبر از آن که با یک لایک ماندنش، با یک طرفداری کردنش به این برنامه یا یک سوال جواب کردنش با محمد اقبال صدرالدین دردسری زیادی را پیش راه خودش خواهد دریافت استفاده میبرد. اما یگان ذره پروا نمی کند محمد اقبال صدرالدین که حالی اون مهاجر بیچاره ای که با او در تماس بود و برنامه های او را دیده لایک گذاشت، بعد بازگشت به وطن چه خواهد شد. چون که البته حکومت تاجیکستان همه اون جوانان گمراه شده را مجازات نمی کند، فقط آنها را با واسطه پند و نصیحت آگاه می کند که اصل قضیه چیست، چرا آنها گمراه می شوند. لیکن محمد اقبال صدرالدین پروا ندارد. مقصد او گمراه کردن، زهرآلود کردن تفکر همین جوانان است و بس. در مسئله مهاجرت بشه، مهاجرت این یک روندی تمام جامعه عمومی بشری است. اکثری کشورهای دنیا به کشوری همدیگر مهاجرت میکنن. این یک روند طبیعی است. شما برای مقایسه من به همین سرزمین های کشورهای منطقه نظر میاندازیم. ازبکستان یک دولتی همسایه تاجیکستان هم از لحاظ گئوگرافی و هم از جهت اقتصادی یکی از دولت‌های پیشرفته منطقه آسیای مرکزی به حساب می‌رود. امروز این سرزمین دارای زمین‌های زیادی کشاورزی، دارای کان‌های زیادی نفت و گاز، بازم زیاده از 39 میلیون اهالیش در مهاجرت مهنتی چی در روسیه چی در کشورهای دیگر قرار دارند. یا همسایه دیگری ما کشور قرقیزستان زیاده از 53% اهالی این کشور شهروندی روسیه را پذیرفتند. چرا قرقیز ها، چرا ازبک ها در برنامه های انفرادی خودشان، حکومت های خودشان با این روند متهم نمی سازند، گناهگار نمی سازند، بلکه جانبداری میکنند. تاجیکستانی که یک کشوری که خیلی خردکه که 93% کوهسار، 4% زمین هایش به فوند منزل وارد گردیدند، منزلگاه هستند. همگی 3% زمین های تاجیکستان زمین های کشاورزی هستند. زمان شوروی بود، ما کادرهای زمان شوروی هستیم. سال 61 62 دولت سوویتی سال 1900 اگر در آسیای میانه سال 1920 برقرار شده باشد، سال 61 62 65 در دهات ما یگان بمب شیفرپیش نبود. خانه های مردم میچکیدن. دولتی ابرقدرت و بزرگی شوروی نتوانست که در مدت 50-60 سال زندگی مردم به سطحی بلندترین برآورده باشد. امروز بازارها از انواع خوردنی لبریز است. مردم خانه های زیبای 2 آشیانه و 3 آشیانه می سازند. چرا چشمی شما این حقیقت های نمی بینند؟
شما از زیر ناخون چرک میکوبید. محمد اقبال صدرالدین و خواجگان خارجی او، این مبلغی افکار بیگانه، از زیر ناخون چرک میکوبد. اگر همین روز یک وظیفه، یک مقام بلند را در همین کشور صاحب می بود، من میدونم این قسم خورکوی دروغگوی ها به چه کارهای قادر هستند. هزاران رحمت به اون نفرانی که همین کشور در همون سالهای پردهشت که همه از تاجیکستان دست و دل شسته بودن و امیدشان کنده بودند، گرفته امروز به یک سرزمینی بیشتاسا تبدیل دادند و انا اکنون این مبلغان میخواهند که بازم همین کشور به سوی خرابی و به سوی ناآبادی و به سوی جنگ و جدال برند و فشنگ آنها همون مهاجران تاجیک هستند که میخواهند که اونا که در خارج از وطن قرار دارند تفکری آنها را، اندیشه های آنها را ضبط کرده، زهرآلود کرده، گویا به مقابل حکومت استیزانند. نه، در بین اون مهاجران هم بسیار جوانای خوب هستند، بسیار جوانای دانشمند هستند، بسیار جوانای سازنده هستند که از همونجا ایستاده وطن آشان آباد میکنند. یک نفری دایم بانگ استراب میزند، از داخل کشور گپ میزند و درباره کمبودی های حکومت نقل و روایت میکند. اونا اکثر چون افسانه ها هستند، نقل و روایت هستند، بی پایه هستند. محمد اقبال صدرالدین است. این مبلغان حدس و تخمین میزنند، بیرون از وطن هستند. یگان اندیشه سالم در ذهن و در خاطر آنها نیست. اونا میخواهند که این ملتی بیچاره‌ای در طول تاریخ بسیار جبر دیده را در زمان صاحب استقلالی، در زمان نموی کشور، در زمانی که تاجیکستان در ردیف دولت‌های متمدن جهان زینه به زینه پیش می رود، باز به یک کشور خرابزار، باز به یک کشور ناآباد، باز به یک کشور جنگ زده تبدیل دیدن. سخنها بی پایه، بی ربط، بی نظام. هر چیزی که اونا میگویند من همچون یک شخصی صاحب معلومات نگاه میکنم و تحلیل میکنم و هیچ وجدانم، ایمانم، اسلامم اون چیزها رو قبول کردن نمیخواد، چون که در آنها مغز و معنی نیست، در آنها یک فکری سازنده نیست، فقط هدف یکیست: ناآرام کردنی یک سرزمینی بهشت‌آسا. محترم خائنان ملت، چرا خائنان ملت میگویم؟ چون که من در بالا شرح دادم که اگر شما دوستان ملت می بودید، اگر شما جانسوزان ملت می بودید، در شبکه های اجتماعی و خواه در وطن و خواه در بیرون از وطن از صدق دل نماز می خواندید و از درگاه خداوند عز و جل خوشبختی و پیروزی و سرجمی و اتحاد این ملت را خواهان می بودید. کمترین اشتباه، کمترین ناجوری های زندگی، جزئی ترین مشکلات زندگی را لوای بدبختی های مردم نمی کردید. اگر شما مرد هستید، اگر شما واقعا خوشبین و خیرخواه ملت هستید، پشیمان شوید، توبه کنید، دیگر ملت به گریبان همدیگر گرفتن وادار نکنید و انشاءالله که این جکیدن های شما و این هدایت های در درون ناخنک غمخوارانه شما
ثمری نخواهد داد، چون که ملت تاجیک کی ها دوست و دشمن خود را شناخته است و دیگر به سوی کوی گمراهی شما نخواهد رفت. من حیرانم که وقتهای آخر در آغازی در انخترش در اواخر عصر 20 از کجای اندیشه‌ای در اسلام حزب ساختن و توسط همین گونه حزب‌ها تقسیم کردن جامعه به میان آمد. حزب نصرت ساختند، حزب نصرت اسلامی تاجیکستان ساختند. در آسیای میانه یگانه حزبی که به نام اسلام برآمد کرد و حالدانها میگفتند، همون سالهایی که همین حزب بنیاد کردند، حالدانها میگفتند که عاقبتی در اسلام حزب ساختنها عاقبت خوب ندارد و عیناً همین طور هم شد و اون جنگ شهروندی پردهشت و پروحشتی که در سالهای 90 در تاجیکستان رخ داد و باعث مرگ هزاران نفر گردید، انا همین اندیشه های افراطگرایی از نام دین حزب ساخته ها بود. ما در اون سالهای پرآشوب زندگی میکردیم. همه اون دهشت، آدم ربایی و آدم کشی حتی از طریق سیمای مردمی همان زمان نمایش داده میشد. در همین سالهای 92 همون پیشوای نصرتیان روی راست از طریق بلندگویک به جانبدارانش مراجعت کرده، میگوید که ما هزار نفر را کشتیم و آنها مثل حیوان مرده رفتند و با امر خداوند تیرهای ما راست به سینه این جوانان میخورد. باعث منمنی، باعث افتخارشان است. این نفران خواجگان خارجی داشتند. شاید اونا میخواستند که با همین دسیسه، با همین آدم کشی و آدم ربایی و آدم نیست کردن ها و اغوا برانگیختن ها تاجیکستان نام دولتی را از بین ببرند، پاره سازند. اون دهشت و اون وحشتی جنگ شهروندی از خاطر کلانسالان زدوده و در خاطر جوانان قریب که باقی نماند. چون که اون طفلکی که سالهای 95 و 96 و 90 به دنیا آمد و هنوز کودک بود، امروز 25 ساله 26 ساله شد و اون جنگ در خاطر ندارد. انا محض به همین خاطری آلوده ساختنی تفکری همین مردم، این نصرتی ها از خارج کشور ایستاده باز سر کردند. میخواهند که همون خالیگاهی تفکری همین جوانان پر کنند با اندیشه های غرض‌آلود و منفعت جویانه و منفعت خواهانه، هم خودشون و هم خواجگان خارجیشون، و همین دولت ناآرام کنند. به قول استاد بازار صابر، قصه مرغ سمندر پیش من افسانه نیست، سرگذشتی مردم پیچیده فریاد من است. مرده زندگی کرد و نمرد، سوختن ناسوختن اعجاز اولاد من است. هرچند کشتن خواستید، اما این مردم نمردند و از زیر خاکستر از نو احیا شد و دولت ساختیم و امروز دولت تاجیکستان با تشبس‌های سازنده‌اش در عرصه جهانی انگشت نما است. لیکن شما دیدن نمیتوانید.